سرخط خبرها: بازداشت گروه از مهاجران آسیای مرکزی در آمریکا. وکیلان روس قصد دارند اساس برای راندن مهاجران را 2 برابر بیشتر کنند. و دونالد ترامپ تلاش تهران را برای طلب باج از کشتی‌ها در گلوگاه هرمز تنقید کرد. روز بخیر بینندگان گرامی، برنامه نوید بامدادی را امروز 10 اپریل با چند خبر از تاجیکستان و بیرون از آن پیشنهادی شما میکنیم. 13 زاده آسیای مرکزی را در آمریکا بازداشت کردند. بنا به اطلاع شبکه تلویزیونی 11 نیوز، مهاجران در ایالت پنسیلوانیا از سوی مأمورین خدمات مهاجرت و نظارت گمرکی آمریکا دستگیر شدند. با نوشته رسانه‌های محلی، حادثه در پی شکایت ساکنان به پلیس رخ داده است. زاده‌های قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان با ماشین‌های باربر خود در نزد مرکز دادن سند رانندگی در شهر کیتنینگ جمع آمدند و این مردم محلی را نگران کرده و سبب مراجعت به پلیس شده است. به اطلاع مقامات، در میان مهاجران بازداشت شده افرادی بودند که یگان سند رسمی برای بود و باش در آمریکا را نداشتند. بنا به گزارش شبکه تلویزیونی 4 ABC، یکی از بازداشت شدگان هنگام عملیات سرکشی و به کارمندان مقامات حفظ حقوق حمله کرده است. چند نفر دیگر ماشین‌های خود را پرتافته پنهان شدند. حالا سرنوشت بازداشت شده‌ها و مکان بود و باش آنها معلوم نیست. بازداشت و اخراج مهاجران غیر قانونی از قلمرو ایالات متحده از سیاست‌های پرزیدنت دونالد ترامپ است. 11 مارس 72 زاده ازبکستان را برای بود و باش غیر قانونی از ایالات متحده به وطنشان برگرداندند. وکیلان دومه روسیه تلاش دارند سبب‌ها یا اساس برای راندن مهاجران را 2 برابر بیشتر کنند. در این باره ویچسلاو ولودین، رئیس دولتی دومه روسیه، در کانال تلگرامش خبر داد. وی تاکید کرد که طرح قانونی نو در این باره برای بررسی آماده می شود. با تاکید او، از سال 2024 در کشور برای سخت‌تر کردن سیاست مهاجرت 22 قانون قبول شده است. اکثر این قانون‌ها را وکیلان پارلمان با هدف پیشگیری از ورود مهاجران غیر قانونی به روسیه آماده و پیشنهاد نمودند. در حال حاضر مهاجران در روسیه بر اساس 22 ماده کدکس حقوق ویرانکنی مأموری خارج کرده می‌شوند. از جمله برای نقض قاعده‌های مهاجرت، دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و دیگر قانون شکنی‌ها، مهاجران همچون جزا از کشور رانده می‌شوند. اما در لایحه نوی قانون پیشنهاد شده است که بر اساس 43 ماده مهاجران از روسیه خارج کرده شوند. یعنی وکیلان می‌خواهند برای نقض ترتیبات جمعیتی، اطاعت نکردن به طلبات مامورین پلیس و ایجاد مانعیت در کار نقلیات و زیرساختارها نیز مهاجران را از روسیه بیرانند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی این کشور، سال 2025 72,000 مهاجر برای قانون شکنی از روسیه رانده شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نقشه‌های تهران را در رابطه با شرط بازگشایی گلوگاه هرمز تنقید کرد. این انتقاد در حالی صدا داد که قرار است امروز 10 اپریل مقامات بلندپایه آمریکا و ایران برای گفتگوهای مهم صلح در اسلام آباد گردی هم آیند. ترامپ در یک پیام نوشت: گزارش‌های می‌رسند که ایران از کشتی‌های نفترسان برای عبور گلوگاه هرمز باج می‌گیرد. بهتر است این کار را نکنند و اگر می‌کنند باید همین حالا آن را قطع کنند. وی تاکید کرده است که این طلب خلاف سازشی است که با هم داشتند. بحث‌ها بر سر این گذرگاه حیاتاً مهم و همزمان حمله‌های گسترده اسرائیل به لبنان دستیابی به یک سازش کلی را برای ختم جنگی که 41 روز باز ادامه دارد زیر سایه برده است. شرط اساسی ترامپ در طرح آتش بس بازگشایی گلوگاه هرمز است که فعلا ایران آن را بسته است. تهران وعده داده است که به عبور کشتی‌ها در این مسیر اجازه می‌دهد، ولی آن باید تنها با هماهنگی نظامیان ایرانی و در عوض پرداخت باج یا حق عبور صورت گیرد. قبلا برای گذشتن از این گلوگاه مبلغ طلب نمی‌شد و این یک آبراه بین‌المللی به شما رفته زیر نظارت یگان کشور نبود. وزیر امور خارجه بریتانیا هم تلاش برای ستانیدن باج از کشتی‌ها در تنگه هرمز را خلاف قانونی دریایی خواند. در ضمن این وضع سبب بالاروی نرخ نفت در بازار جهانی شده است که آن بر کار دهقانان هم در برخی از کشورها ضربه زد. خرج آنها برای جمع‌آوری حاصل کشت گران و دشوار شده است. برخی از دهقانان در فیلیپین میگویند راه دیگری بجز در صحرا پرتافتن حاصل سبزیجات خود را ندارند. فروش آن حالا برای دهقانان نه فایده بلکه برعکس زیان آور شده است. تفصیلات در گزارش همکاران ما. آرنولد کاپین، کشاورز فیلیپینی، چون دهقانان دیگر در حالت ناگوار مانده است.
یا باید زحمت دستانش را بر ضرر خود بفروشد یا ببیند که چی طور حاصل کشتش در پیش چشم او نابود می شود. افزایش یکباره نرخ نفت در بازارهای جهانی خرج دهقان را مخصوصاً برای جمع آوری حاصل و حق کاری کارگران و نقلیات زیاد کرده است. کپین میگوید این وضع به فعالیت کشاورزان ضربه سخت زده است. البته این بسیار نگران کننده است، چون نمیدانی که برای خوراکواری از کجا پول یابی. وقتی میبینی که جنگ در خارج همان ادامه دارد، نمیدانی که زندگیت چی خواهد شد. چون این به نظر میرسد که بحران به این زودی ها انجام نمییابد. مسئله دیگر راه دور برای انتقال و فروش محصولات است که اکثرا سبب می شود دهقان از فروش حاصل خود فایده نمی گیرد. در شهرهای دوردست هم تأمینات با سوزشواری مشکل شده است. ما حالا ضرر دیده ایستاده‌ایم. اگر نرخ کرم ارزان باشد، دیگر مبلغی در دست ما نمیماند که آن را همچون سرمایه برای کشت آینده استفاده بریم. ارزش محصولات مستقیما از دست دهقان به شدت پایین رفته است. یکی از مشاوران مرکز سودای سبزوات در لا ترینیداد میگوید برخی از خریداران فرمایش‌های خود را بیکار یا حجم آن را کم کردند. وضع پیش آمده خانواده‌ها را هم وادار کرده است که خرج خود را از حساب سبزوات کاهش دهند و به جای محصولات تر و تازه به غذاهای ارزانتر رو آرند. بنا به آمار رسمی تورم سالانه در فیلیپین در ماه مارس از 4% گذشت، در حالی که ماه فوریه این نشان داد بیش از 2% را تشکیل میداد. سبب اساسی این جهش را بالاروی نرخ مواد سوخت میدانند. مانت کورتس دهقان دیگر میگوید که بالاروی خرج زندگی نگرانی ها را از آینده نسل نورس بیشتر کرده است. او میگوید زندگی روز به روز سخت‌تر می شود. زندگی روز به روز سخت‌تر می شود. برنامه رو با یک خبر از دوشنبه پی میگیریم. در دوشنبه یک نابالغ رو از والدانش گرفته به تربیه یتیمخانه سپردند. با قرار دادگاه ناحیه سینا، نورسی 14 ساله که به گفته مقامات به آواره‌گردی و دزدی مشغول بود، از این به بعد دور از والدان در مکتب اینترنتی رقمی 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستاری پایتخت به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شود. نظر والدان کودک به این قرار معلوم نیست. ریاست وزارت کارهای داخلی روز 9 اپریل در خبرنامه گفت بی‌مسئولیتی پدر و مادر سبب شده بود که این نورس پیوسته آواره‌گردی کرده به عملهای نامطلوب دست زند. تلاش برای صحبت و فهماندهی با والدان هم به تاکید مقامات نابالغ را اصلاح نکرد. به اطلاع پلیس، نورس به محروم کردن والدان از حق پدری و مادری گرفته شده است. این نهاد از والدان خواسته است نورسان را جداً نظارت کنند. معمولا در تاجیکستان نورسان و کودکان آواره‌گرد و سرکش به تربیه مکتب مخصوص بچه‌های دشوار تربیه سپرده می شود. موردهای از والدان گرفته به یتیمخانه سپردن کودکان زیاد نیست. چون معمول در این فرصت برنامه بخش یک روز در تاریخ را می بینیم که مهمترین تحولات تاریخی را برای امروز 10 اپریل فرا می گیرد. 10 اپریل سال 1018 نظام‌الملک توسی تولد شده است که 74 سال عمر دید و در تاریخ چون وزیر عادل دولت سلجوقی‌ها و مؤلف سیاستنامه معروف شد. تاریخ‌نگاران میگویند او با تکیه به تجربه سامانیان و غزنویان نظام دولتداری را در عهد سلجوقیان به ترتیب درآورد و تلاش می‌کرد از منفعت‌های اجتماعی مردم دفاع کند. مؤسس مرکزهای علمی و مکتب و دانشگاه‌هایی است که با نام نظامی شهرت یافتند. همزمان از او همچون حامی و مشاوری وفادار ترکان سلجوقی و هم مبارز رویه سنی یاد می‌کنند. 14 اکتبر سال 1092 از دست حمله‌گر کشته شد که گمان می‌رود پیرو مذهب اسماعیلی و فرستاده پیر علامت حسن صباح بود. 10 اپریل سال 1919 در شهر سمرقند نخستین شماره روزنامه شعله انقلاب چاپ شد که ناشرش پارتی کمونیستی ترکستان بود. بیش از 2 سال چاپ شد و از اولین گازیته‌های در امارت بخارا بود که خواننده تاجیک را با بعضی نطق و مقاله‌های لنین و اولین قرارهای حاکمیت شوروی شناس می‌کرد. هدف نشریه سهمگذاری در تقویت حکومت بلشویکی بود.
10 апрели соли 1930 дар ҳудуди шаҳри Душанбе нахустин барномаҳои радиои давлатии Тоҷикистон садо дод ва 2 сол баъдаш 30% қаламрави ин ҷумҳурии кӯҳманзар бо барномаҳои радиоӣ фаро гирифта шуд. имрӯз шабакаҳои бештари радиои давлатӣ мисли Тоҷикистон, Садои Душанбе, Фарҳанг, Овози Тоҷик ва Ховар барномаҳо таҳия мекунанд. зиёда аз 30 шабакаи давлатию хусусии радиоҳои фаъол дар Тоҷикистон барномаҳои худро зери худсонсурӣ таҳия ва пахш мекунанд. و در پایان برنامه رو می‌آوریم به قرب اسعار. شبانه روز اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش $100 آمریکایی به 945-947 سومانی برابر شده است. 1000 روبل روسی 121 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان کمی فرق می‌کند و برای امروز چنین تعیین شده است. شما برنامه نوید بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهایتان را زیر این برنامه به ما نویسید. برایتان تعطیل‌های خوب و خوشخواهانیم. خدا نگهدار.